آی اگر یار مرا دیدی به جای دلارمی اول سلام بگیم دیم دوای جان محبوب ای اگر پرسید که گیلا گیشته شده بگیم باریک شده به مثل کای واکی شرشر میکنه خراکی بربر میکنه آخ بگردم جان محبوبی دل یاد دلبر میکنه وگذر لالا بدیدم یک عروسی باشه رنگی بدیدم یک عروسی باشه رنگی سلامتی اینجا بشیشته ای هم بیا آمدم پیش خرممون استدین اینجا بشیشتم آخه کلیزا طور میکنه اینجا کلیزا؟ آه ما چه بمیسته چی گفت بوی چقال سوته بس ما گوسپند خور کشتین گیلا گوسپند لندی کشتین بوی از این سرا شما میای از این سرا بوی از سرا ما میایه نه بابا بوی که با هواش معلوم نمیشه دیگه کجای ما غریبی ما اگه گوسپند میکشی غلط کردی جزغالی رو هم میخوردی خب گیلا به پیاده خوب یک گوسپند به شما بخره بخره دیگه به چی رقم بگم بگو بابا مردم همه گوسپند میکشن وقت لندی های بوی جزغاله بوی گوسپند به هوا میشه مردم میخورن زمستون به تا برفا گوشت لعن میخورن و ما هم بخره اگه ما هم ماییم اگه طریق برم به گریه شو به طریقای و کجیر هم یاد دوم بگم دادا خودم یاد دوم بگم برای گریه همه از اون سرک تو پوچک همه مادر و بچه و خواهر و برار همه به گریه شین دل میسوزه دل میسوزه که تو کجا میری حالی تره من برم به باغچه که کم ایزون بیارم که گوسپند ما این بپلونه خوب شد که گیلا که بدیدم الان گیلا که رای میکنم به زود پولم میدم که بره و دم باغچه ما ایزومار ورداره بیاره و در سلام اشتا نمیرم ما همه تو هم میرم بابا تو گرده هم میدم گرده گوسپند رستگی خب من که گرده دارم نه گرده گوسپند کباب کنی اوته از او بابت دیونه باش که سکنم کیسه هم پول هست داری خوبه سکو بم دم باغچه ما بفهمیدی میچله بیستی ها بم دم باغچه ما ایزومان منجگاه تیار کرده و ماده بنچه کرده ایمینار بم تعمی شال خود باخت خاطر از من رفتم لمش میشه گیلا خوشحال خود خود بدی خوشحال من لمش میشه بفهمیدی همینجا گذشته ورده بیاره بابا برار تا اگه گفته که نبره نیه بگو رمزون گفته بده که گوسپند ما این بپلونه خوبه بفهم زودی بیای که معطلم گیلا گردت پخته میکنی نه دیگه میدون تو ببر به سراخ پخته کن خوبه بیاره خوبه بیاری و در سراخ خوب بیاره دل جمع باش بیای دیگه بعد تو به گپ نگیره کس ماست کی به گپ میگیره نه مردم تو به سر سرا پوشونه یا برات کاری نکنه نه من معطلم خوبه شامت سگ شما نیه بابا وزیف نمیشه ای تو کرده عزیز و ما میشه دیونیه بابا ایلاجو ماری بابا کمک به تایزو برم از اونی ماری مال جعفرانی ماما کیل کمک کنه بیا که مال جعفرانی بابا جان کجا میرم بابا
همینطور دق شدم به سر بیرو شدم به کوچه. بابا جو شما بیا. سعی کنیم. من رمضان رای کباب خو. خب من رمضان رای کباب چه دیت همینجا بسته که نمیخوام خب. شما. من رمضان رای کباب 20 هم به ما بده که برو دم بخشی ما. سرمو پومنیه. برو ازون بیار بابا برفتون که ماری بود بلای زما. مار جفتری. تو چرا به یه قال و قول با دورو میری؟ نه مار جفتری بود ازون 20 دادک برفتون که گفت حالی او به خاکی یله کنه مار نکن مار به من گفتن نه. خب این مار دفعه به من نکن. گفتن تور نمیکنم بجه. من بجستم. تو بچه دارم من آخر امروز سبا یه روز دوی خود امو ما را اگه طور بکندی تو زنده میموندی نه بابا. تو زنده میموندی کسی هم نبود لاش را موجود یعنی مارم غط نصف لنگ منیه او بود کلمه میمورم. او زر داره زر ها بابا جان سعی کنیم پیاره خب گوسپند خود کشتی بیدن گو به تو گردی هم میدم 20 هم میدم گوسپند لندی کشته. بابا ما چی که میداریم چرا ما عمر خود یک لندی نخریدیم؟ آخه بابا ما پول نداریم بچه به رمضان پول داره آنه مشله بی دوله بی جینجیقله بی جوله. ما سیالی به رمضان میکنه کجا بدی؟ کجی؟ میمون مدر شما گوسپند خوبا با کشته بیدن قرار کردم بر به جقزاله و دوق میمون گدم امیت خوردم کنی گدن بنگی چون بابا جان بابا جو فکر یک گوسپندی بکنیم بابا میفهمی گپا بابا چیه؟ نه اینه که بابا نه گردن بابا رگی گپا بابا از اینه که گفتم یعنی تو که جزغاله بخوردی مادر پیار خود هم بیار با ما با جاما میمون که پیار میته کی میگم بابا فکر یک گوسپندی بکنیم بابا گوسپنده با ما قرار کرده پروری کنیم ما بابا پول ندارم کاج سعی کنین شما اشته خراب شده بابا چای کن بابا گریه نکن بابا که ما به تو چی میگم چوب کن بیا اینجی بیا پیش من گریه نکن گریه نکن قربونی نیه لندیه لندی چی فرق میکنه به تچوب بندازه خوش میشه آفرین صبر کن که من به تو بگم بابا جو من میرم همین چادوگرا همین گوسپندارا همینایی که با ما آشنایم برو سعی کنه اگه یک ماه دو ماهی به ما نصیحت دادم به شما به بچاخ و گوسپند لندی هم میخرم با خدا بابا همین تو شما اگه وجود مثلا باشه همین تو بابا معلوم این پیار مانیم کن با خدا با شما 30 سالگی به قرض نمیدم نه من بد معاملگی نکردم بزنم بسیار اگه شما به یک دیگه استون میورشی باشه بگه میستونم به شما گریه نکن بابا به سرم سایام دیگه همه شما بلی به تازی کوچه بلی سرشته بوی جزغاله سعی کن میخرم به شما آخه گریه نکنیم همین بوی گوسپند پلاونده بابا به همین منطقی مانیه که چی بگو میخرم گریه نکن بابا میخرم بله ماما رو بخریم بریم بری بیاری من بیرون سعی کنم که قسمتی دارم نستونم بابا بری بابا مگه تا 2 ماه بعد میریم پولا شما خوبه؟ خوبه اگه من دایا کم جمع کنم بابا من خوبه بجی بسختم در گرفتم مثل 20 دیگه نمی بدی کن خوبه دیسه کنم بچله سر رمضان شیر ملیدم نمیچله نمی برن که خطپت بخریم بزنیم به بدن بری که جی پیار من میخره بقید دیوانه به تو میگم گریه کو آخر به پیار خود گفتم کار جسه کنی گیره کردم کم گیره کردم گریه کو پیار خود اگه بری برفتن که بیارم خوبه برات پیار من بده کن چیز میزی بخریم به بدن تازه پال بردگی پال خلاص کنیم و تا پال دیگه بریم هوا خوبیه امرو چه
سلام علیک. سلام علیکم. وای چنین خوبی بخیر خیریت بخیر سلامتی. بخیر. شکر زنده باشین. هستین؟ زنده باشین خوبی بخیر. شما خوبین؟ شکر. یک زنده کنه داریم. چرا ما خدا همین چردی برا همین انسایا گوسفند لندی کردن صبح به صبح شون به شون همین دخترام و بچه ها گیر پیل میکشن خوب گریه میکنن که همه مردم لندی دارن ما نداریم. بچه شما آه خدا همین سخت دیروز همین دختر ما به گریه شده که با همین انسایا گوسفندا لندی خود بکشته بیدم. ای جیگرار کباب میکردم دلبندار کباب میکردم اینا به گریه شدم. مرم گریه با خدا. خب ماما جو پول نداره که میگم از این گوسفندا خو یکی بده به ما. حالا دختر بچه شما که گریه میکنه حالا وقت لندی ها یک دونه بوست دارین. خب پول حالا میگم ما به پیش شما آمدیم که از این گوسفندا خو یکی بدیم به ما. این گوسفندا که حالا آورده اونا از اینا بدیم حالا ما پول نداریم پول ها میدیم خوش به شما یک ماه دو ماه. پول ندارین؟ ها دیگه ما شما که پول ندارین گوسفند لندی من چه کار؟ خب دیگه این واسطه همین کودکا میگم. واسه کودکا؟ او همین 4 تا گوسفند نمیبینین؟ یکی از منه یکی از دادا. ماما چرا گریه میکنی؟ ماما چرا گریه میکنی؟ نگم مثلا دختر مثلا صبح گریه کرد که چی؟ میفهمم ماما من همیتون خیره هنو 4 تا گوسفند هست یکی دادگاه خورده من یکی برارم یکی مادرم یکی هم از منه که اینا رو اوش میکنم. دیگه که من اختیار دارم از این گوسفندا نیم ماما. کی نه؟ اختیار دارم من یک گوسفند دارم اختیارم گوسفند خود دارم. برام اون جگاه برام ایداری میکنم ما باشه جخ کنم ماما شما گریه نکنه خوبه؟ شاید به شما به قرض بده. لالا! لالا نورلو! لالا نورلو! لالا! عباسا یک دقیقه بیای ماما جلال کار داره. دنبال کار داره. خب. خوب میام. آنه ماما می برار منه بفهمیدیم. برار ما خمش دستن دیگه. نه ما یک ما به شما بگو. میشناسم. ای بالی از این زمین هم بزنم که هم خشکه این همه بودیم گو برونم اگه بشه. بله ماما. بله ماما جان سلام علیک. سلام علیکم. خوب خیریت تانی خوبین تیاری ما بخیر ایداری میکنیم. چه کار کنیم ما دیگه وقت ایداری های دیگه مجبوریم ایداری خودم خوب بکنیم دیگه کینه خود ما یانکو گوسفند میچرونه فارغ نمیشه. خیلی خوبه بعد اینی اونم باید. ما جلو گپا خوب بگین سکن چی میگه؟ میگم ماما. بله ماما جو. ما دیدم بیام پیش این برار شما. بله ما این سال همین سایا همه لندی کردن صبح به صبح جتغالا وا میکنم دلبند کباب میکنم همین گیلک بچه من به سرها میره برد کاری نمیره گریه میکنه که بابا من لندی مایم اینا لندی کردن ما نکردیم. کوی کو گپی نیمو ما جو گونه گنج کو نزدیک برای ما گوسفند بخریم بیاریم. ولی خزاب اینه که کاکا ما پول نداریم فعلا به دست خو. ما گفتیم از می گوسفندا خو یکی با ما یک ماه دو ماه به مراد کنه صبر کنه بعد پولا شما به دست ما بیایم میدیم بخیر. گن دست ما تنگ از ما کو ما شما خبر نداریم. ما 4 تا گوسفند داریم سعی کنین که چی میگو. همین یک گوسفند که دارم میشه. ماما جلال. میگه چیکار کنم؟ دست ما میگه تنگه. همین گیلک اصلا بحث نمیکنه یک دم میگه گردیم یک دم میگه او سرا جشغاله کردم ما نداریم. از اون گوسفندا میگم ما به قرض بده آخه اونا کو میفهمن که کدوم از یک نفری میفهمن. دیگه تام کو برو خبر داری که من ندارم دیگه اگه میدیشتم که من میرفتم میخریدم یک دیگه خول خیر دیگه غم نداره که ماما گریه میکنم به خاطر موی سفید از اینو خیر غم ندارم گوسفند که از من ماما بریم به خوب بگیریم غم ندارم مر بده خیر خدا بیاد شما مر بده بری از اون بده من تو قیمت رو بفهمی چندیه قیمت از 12000 بازم 2000 به شما کم 10000 سکو ماما میگه تو رحم کو که خدا رحم و خدا باله تو بیاید ما که این سال پول نداریم شما هم دیگه دو برابر قیمت نکنیم. آخه من به شما 2000 ماما خور بگردم کم کردم سکو ما گنجم خبر دارم همون ببریم به گنج هر چنده بخیر سکو اون 12 ما گنجم خبر دارم سکو نه
امیاتی که پول ندارم و گنج خبر دارم امور به ما به 7,500 شما که خیلی چیز میکنی ماش از نمیشه کمتر دیگه من برای شما دادم 2000 کم کردم من میرم به سر او میرم اگه ما بریم سباب میکنیم سباب بودگان به شما 2000 هم کم کردم سکو همین 2000 یک جا طور نمیگیره همون گوسفنده که بله او گوسفند بفهمیده او گوسفند همه چراندو او گوسفند 7,500 نیه ماما 8000 گفتم 8000 گفتم دست جان خیر غم نداره 9000 از شما بریم بگیریم از شما دیگه بیشتر چی نکنین که ما بگیریم 8000 چی نمیشه کمتر نداره دیگه من به شما نمیشه دیگه کمتر رو نداره اگه ما این بریم بخو بگیریم نمیشه کمتر ماما دیگه بابا شما مراد کردیم بغاز کی میده گوسفند مایم بریم بگه که گوسفند به شما بودم بیای بیای ماما آره ماما بستر آره میده صبر که ماما شما نمیشناسه بیای پول ما میارم شما بله شما ما میارم بله خاطر شما پیش آمد ماما جلال بله گوسفند کو ما جگر به شما بدادم درسته بله خیر من بینیم تو دیگه خیر بینیم باز مر سر ندهونیم دیگه همین سر دو ماه که شد بازی تناشه که سر دو ماه سیری بیا چری به دست شما بیاین کان خدا واسه امینات دیگه که ما سرگردون نه نکن اخلاق ندارم بخیرم بم دستم بیا به دومام نرسه میارم پول کات خب دیگه باز مر سر نده خیر بینیم وقتی همین بچه خو همین گیلا که گریه میکنه فرشونه میکنه دیگه اگه نکه مقصد لندی ندارم همین گیلا کرخل مایو یعنی من گوسفندی که خود ما سمون لندی کنم برای شما دادم خیر بینیم خدا بچه‌ها شما رو ببخشونه زنده باشیم اون عباس میگیریم گوسفند دارم بریم بگیریم از دست بستانیم بریم خیر بینیم خدا